یه وقت فکر نکنی درست کردنش سخته ها. اگه تو هم تو خونه فر داری میتونی شاورما رو از بیرونی هم خوشمزه تر درست کنی. ترکیب ادویه هاش خیلی مهمه. تخم گیشنیز و زیره سیاه، نمک، فلفل سیاه و چیلی، پودر سیر، پیاز، دارچین، زردچوبه و پاپریکا. این ترکیب رو با ماست چکیده، رب گوجه، روغن زیتون، زست و آب لیمو ترش مخلوط میکنیم و رونای مرغ رو باش مرینیت میکنیم. اگه زمان دارید یک شب تا صبح، اگه نه حداقل 2 ساعت بره تو یخچال. حالا موقع سیخ کردنشه. سیخو با یه نصف سیب زمینی فیکس میکنیم و رونای مرغ رو دونه دونه میچینیم. 2 تیکه دمبه هم میذاریم روش که وقتی آب میشه خیلی کره میشه. ترکیب ماست چکیده، سس مایونز، سیر رنده شده، لیمو، نمک، فلفل سیاه و زیره میشه سس شاورما. رسیدیم به جذاب ترین قسمت داستان که درست کردن ساندویچمون. داره دیوونم. خیلی خوب شده آقا. این میز رستیک هم یه تنه درخت نارون 400 ساله است که پیج سپینوت واسم درست کرده و خیلی هم دوستش دارم. تخت کارم هم که خیلی در موردش میپرسید به همین پیج میتونید سفارش بدید.